Hey guys، موریس هستم از کانال مور باید گیم. بچه‌ها یه ویدیوی متفاوت از کانال من می‌بینید. بله، تصویری که می‌بینید مال نیماتیکی دو و موضوع این ویدیو هم ایونت ایران ماله. داشت این ویدیو رو می‌بینید، واقعا تصویر خسته شدن نیما رو داره نشون میده که چقدر به بچه‌ها و مردم داره میگه آقا آروم باشید. این آروم بودن عزیز من، نیمای عزیز من، ببین تو باید اینو قبول کنی سوء مدیریت تو این موضوع وجود داشته. خب نه اینکه تقصیر نیما باشه، این یک. دوم، ببین اینجا یه تصویر الان بهتون نشون میدم، مثلا این درگیری. خب این نیما چی کاره است؟ بچه‌ها ما بلور میکنن چون یوتیوب گیر میکنه. خب باید اون حراست اونجا این کار رسیدگی میکرد. یا مثلا اینجا که نیما خودش داره میاد میگه آقا آروم باشید به یه دقیقه. بچه‌ها شما نمیدونم آیشو اسپید رو دیدید یا نه؟ طرف میره جام جهانی، توی مثلا چه ورزشگاه جام جهانی داره ویدیو میذاره، اینطوری نشده. یعنی ببین چقدر سکیوریتی قویه. اینجا هم که دیگه یکی از تصاویری که واقعا خوشم میاد که نیما خودش با جون دل داره میگه که آقا دوستتون دارم، خیلی علاقه دارم بهتون. واقعا نیما یکی از یوتیوبرهای مردمیه که از صفر شروع کرده و اومده بالا. خیلی هم فرد فوق العاده، خیلی هم دوستش دارم. و اینجا هم یه تصویریه که نیواد رو نشون میده که با کلاه کاسکت اومده، سریع میخواد فرار کنه. چرا؟ چون خب برای که سر نیما الان میبینید اومد. ببین چقدر سکیوریتی اینجا ضعیف بوده که انقدر بچه دور نیما قرار گرفته و پیرنش رو میکشن و تحت فشار قرار. بچه بلور کردن دوباره، باز همون مشکل یوتیوبه. چقدر تحت فشار قرار دادن اینجا. خب اینجا سکیوریتی کجاست؟ خب اینجا تقصیر نیما که نیست. اینجا باید 4 نفر به نیما میگفتن آقا اگر بری اینطوری بیهوش میشی، اینطوری اذیت میشی، اینطوری آزار میبینی. بچهای مردم هم اینجا تماما بچه‌ان. خب اینا هم تحت فشارن، آزار میبینن. خب کسی نبوده به نیما بگه. یا مثلا این تصویر رو میبینی، نیما اومده وسط آب قرار گرفته. چرا؟ چون نمیخواسته مردم بهش برسن یا مثلا اون بچه‌ها اذیتش کنن. این خیلی مسخره است که یعنی ایران مال با این همه تدابیرش نتونسته این موقعیت رو بسنجه، این موقعیت رو هندل بکنه. دیگه تقصیر نیما چیه؟ اینجا هم که دارید میبینی که نیما داره حرفی میزنه. من ساکت میشم ببینید. میگه آقا بیاید عقب. دقیقا همینه، راست میگه. میگه آقا بیاید عقب و کار رو انجام ندید. چه میدونم بیاید عقب آقا. آها اینجا هم نیما یه چه حرفی رو میزنه، میگه آقا بلیت اضافه. یعنی چی؟ ببین نیما، تو داری میگی آقا بلیت کم اومده، آدم اضافه اومده. اینجا هم اشتباه بود. دوباره یه سوء مدیریت دیگه بود که خب بازم میگم تقصیر تو نبوده. تو واقعا یه یوتیوبری و موظف به همچین کاری نیست. اون کسی که هندلینگ این موضوع رو به عهده گرفته اون باید تصمیم بگیره. من واقعا درک نمیکنم بعضی یوتیوبرها پشت سیستم نشسته، طرف داره میگه آره نیما اشتباه کرده. آقا داداش تو اشتباه نکردی. باش راست میگی. خب این پیام مضحک هم میاد دیگه. یه دفعه مثلا این پیام میاد و این تصویر متاسفانه مایوس کننده هم میاد. بچه‌ها خب تا اینجا ویدیو اگه دوستتون داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نره.